هیچ داروخانه‌ای نمیخواد تو اینو بدونی، اما من بهت میگم. فقط تو 5 روز با شکمت خداحافظی کن. تا آخر این ویدیو همراه من باش. مثلم میشه لایک یادت نره. نیاز داری به 1 قاشق چایخوری پودر دارچین، 1 قاشق چایخوری سرکه سیب، 1 لیوان آب ولرم و نصف لیمو ترش. اینا رو با هم ترکیب کن. 2 ساعت قبل خواب شبها ازش استفاده کن تا 5 روز چاقی شکمی و پهلوتو از بین میبره و ضد بلغم قویه. حالا اگه میخوای توی 1 ماه 11 کیلوگرم به صورت اصولی و بدون بازگشت لاغری داشته باشی، اونم به صورت کاملا رایگان با 1 گیاه فوق‌العاده، فقط کلمه وزن رو کامنت کن. یادت باشه حتما باید پیج و فالو داشته باشی تا به صورت کاملا رایگان داخل دایرکت برات راهکارش ارسال بشه. این ویدیو رو بفرست برای هر فردی که چاقی شدید شکم و پهلو داره.